جناب شیطان رجیم، سلام علیکم. سلام جانم. شما؟ به جا نیاوردید. بنده شیطونک هستم. هزاران سال در حوزه دروغ و دغل در خدمتتون بودم. تونی چرا اینطوری شدی پسر؟ چه خبرها؟ چی شده؟ والا جناب شیطان رجیم، حقیقتش بنده اومدم استعفای خودم رو تقدیم حضورتون بکنم. استعفا چرا؟ آقا از وقتی این شیخ حسن روحانی اومده تمام دکون دستگاه ما تخته شده. من 6000 سال جون کندم، ماکسیموم یک گوبلز رو تحویل جامعه بشری دادم. این شیخ حسن گوبلز رو گذاشته جیب بغلش. جان من جدی میگی؟ چطوری آخه؟ آقا جان شما نمیدونی این چه جونوریه. اصلا یه چیزایی میگه مرغ پخته به قطقط میفته، اقتصاد مملکت به فنا رفته، بعد این میگه ما بیکاری رو کم کردیم، برجام زده نصف نظام رو ناس کرده، بعد این میگه ما در اوج شکوفایی هستیم. آقا من نمیتونم، لطفا استعفای من رو بپذیرید. ببین شیطونک جون، من درکت میکنم، اما اگه راستشو بخوای از روزی که این اصل ولایت فقیه بنیان گذاشته شد اختیارات من هم محدود شد. من خیلی دلم میخواست میتونستم کاری برات بکنم، ولی حقیقتش دستم کوتاست. نه بابا، جان ابلیس. جان خودم نباشه جان امام راحل. من 2 شب رفتم تو این جلسات شعر مقام عظمای ولایت. آقا زیر پامون نشست، ما هم که خب شیطونیم دیگه، اراده نداریم. نشستیم تا همین الان پابند قضیه‌ام. زندگیم دود شد رفت. آخه من از وقتی خودمو شناختم مأموریتم درباره آدما بود، اما این یارو خامنه‌ای جمادات و نباتات و هرچی آتات و کشیده زیر بال و پر خودش. عجب. پس تو الان اینجا چیکار میکنی؟ مگه اینجا دفتر شیطون نیست؟ دفتر شیطون کدوم قربون؟ ریختن دفتر رو بستن. الان اینجا 40 سال همومیه، هم عمومی داریم هم نمره. ببین رجیم، لعین، نمره 6 رو گرم کنید آقای صفایی بده. خشک.